یه روز نویسنده ای از قبیله باستانی تولتک ها گفت آزادی فقط با 4 قانون ساده به دست میاد، اما هیچ کس نمیتونه تا وقتی دروغ میگه به خودش آزاد باشه. دون میگوئل روئیز میگه ما از بچگی با قراردادهای نانوشته بزرگ شدیم، باورهایی که به ما گفتن چطور باش، چی درسته و چی غلط، اما بیشترش ترسه، نه حقیقت. برای همین تنها راه رهایی بستن 4 میثاق تازه با خودمونه. میثاق اول، کلامت بی نقص باشه. کلام خلاق ترین نیروی انسانه. با یه جمله میتونی روح رو زنده کنی یا نابودش کنی. پس با خودت مهربون حرف بزن. اگه گفتی من نمیتونم، داری جادو میکنی، اما علیه خودت. میثاق دوم، هیچی رو شخصی نگیر. آدم ها دنیا رو از دریچه خودشون میبینن. وقتی کسی ازت بد گفت، بدون که اون داره خودش رو به تو نشون میده. اگه ازت تعریف کرد هم تو فراتر از قضاوت دیگران. میثاق سوم، هیچ وقت حدس نزن. ما همیشه فکر میکنیم بقیه چی تو ذهنشونه و همین باعث سوء تفاهم، خشم و دلخوری میشه. به جاش شجاعت پرسیدن داشته باش. وضوح آرامش میاره. میثاق چهارم، همیشه بهترین خودت رو انجام بده، نه بیشتر نه کمتر. روزی که خسته‌ای، بهترین خستت رو انجام بده. روزی که پر انرژی، بدرخش. زندگی یعنی ثبات در صداقت با خودت، نه در نتیجه. میگوئل میگه وقتی با این 4 میثاق زندگی کنی، ذهن قاضی و قربانی خاموش میشه و اون وقته که آرامش میاد سراغت، نه از بیرون، از درون. پس اگه دنبال آزادی هستی که ازت گرفته شده، با این 4 قدم شروع کن. ساده است، ولی عمیق‌تر از هر فلسفه‌ایه که خوندی.